сураи Иброҳим дар Макка нозил шуд, 52 оят ва 7 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. алиф лам ро كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را این کتاب است که آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا مردم را به حکم پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنی، به سوی راه خدای غالب ستوده بیرون آری. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. به سوی راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن او است و وای بر کافران از عذاب سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید. آنان که زندگانی دنیا را بر آخرت اختیار می کنند و مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن کجی می طلبند، یعنی به شبهه ها ثابت می کنند که کج است، آنها در گمراهی دورند. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. و هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا حقیقت را برایشان بیان کند. پس خدا هر کی را خواهد گمراه سازد و هر کی را خواهد راه نماید و او غالبی با حکمت است. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. همانا ما موسی را با نشانه های خود فرستادیم. گفتیم که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون آر و آنها را به روزهای خدا، یعنی روزهایی که خدای تعالی کافران پیش گذشته را عذاب کرد و یا روزهایی که بنی اسرائیل به دست فرعونیان گرفتار شدند، پند ده. به درستی که در این برای هر شکیبایی شکرگزار نشانه هاست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. و یاد کن آن وقت که موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را
برخیش یاد کنید که چون شما را از کسان فرعون نجات داد، آنها به شما عذاب سخت می رسانیدند و پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در این حال آزمایش بزرگ از پروردگار شما بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. و آن وقت که پروردگار شما خبردار ساخت که اگر شکر کنید به شما زیاده دهم و اگر ناسپاسی کنید هر آینه عذاب من سخت است. و موسی گفت اگر شما و همه کسانی که در زمین هستند یک جا کافر شوید، پس همانا خدا توانگری ستوده شده است. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا به شما خبری کسانی نآمده است که پیش از شما بودند؟ قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها آمدند. آنها را یعنی عدد و صفت آنها را بجز خدا کسی نمی داند. پیغمبرانشان با معجزه ها به آنها آمدند، پس دستهایشان را بر دهان خود باز آوردند و گفتند، یعنی از نهایت تعجب و انکار، همانا ما به آنچه فرستاده شدید منکریم و همانا ما از آنچه ما را به آن میخوانید سخت در شبهه ایم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیغمبرانشان گفتند آیا در خدا آفریننده آسمان ها و زمین شبهه هست و شما را میخواند تا گناهانتان را برای شما بیامرزد و شما را تا مدت معین موقوف دارد؟ گفتند شما بجز آدمی مثل ما کسی دیگر نیستید. میخواهید که ما را از آنچه باز دارید که پدرانمان عبادت میکردند، پس پیش ما حجت آشکار بیارید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. پیغمبرانشان به آنها گفتند ما به جز آدمی مانند شما کسی دیگر نیستیم، ولیکن خدا از بندگان خود به هر کی خواهد نعمت فراوان می دهد و ما را ممکن نیست که جز به حکم خدا حجت بیاریم
و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و ما را چیست که بر خدا توکل نکنیم و حال آن که راه های ما را به ما نموده است و بر آزار رسانیدن شما البته صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید که بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و کافران به پیغمبران خویش گفتند البته شما را از زمین خود بیرون کنیم یا شما در دین ما باز آید. پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ستمگران را هلاک خواهیم کرد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید. و بعد از آنها شما را در زمین ساکن خواهیم ساخت. این وعده برای کسی است که از ایستادن به حضور من و از بیم کردن من بترسد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیغمبران طلب فتح کردند و هر گردنکش ستیزنده زیانکار شد. من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید. پیش روی وی دوزخ است و از جنس زرداب آب نشانیده شود. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. آن را جرعه فرو کشد و نمیتواند که آن را به آسانی درکشد و مرگ از هر جانب به سویش بیاید، یعنی اسباب مرگ به او بیاید و او مرده نبود و از پس آن عذابی سخت است. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. مثل آنان که با پروردگار خویش کافر شدند این است: اعمال آنها مانندی خاکستر بود در روزی که تند باد دارد، باد در آن سخت ورزیده است، بر هیچ چیز از آنچه به دست آوردند قدرت ندارند، یعنی اعمال آنها برباد رود و از چیز از آن نفع نگیرند. این گمراهی بزرگ است. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جدید. آیا ندیدی که خدا آسمان ها و زمین را به تدبیر محکم آفرید؟ اگر خواهد شما را ببرد و آفرینش نو بیارد. وما ذلك على الله بعزیز. و این بر خدا دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا
ما من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. و همه یک جا پیش خدا حاضر شوند. پس ناتوانان به گردنکشان گویند، یعنی تابعان به پیشروان: به درستی که ما تابع شما بودیم. پس آیا شما پاره از عذاب خدا را از ما دفع کننده هستید؟ گویند: اگر خدا به ما راه می نمود شما را راهنمایی می کردیم. چی بی‌طاقتی کنیم؟ چی شکیبایی یا صبر برای ما برابر است؟ ما را هیچ راهی خلاصی نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقتی که کار یکسو کرده شود، یعنی وقتی که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ درآیند، شیطان گوید: به درستی که خدا به شما وعده راست داد و من به شما وعده دادم، پس من با شما خلاف وعده کردم و مرا بر شما هیچ فرمان روایی نبود، لیکن آن بود که شما را بخواندم. پس شما سخن مرا قبول کردید. پس مرا ملامت مکنید و خود را ملامت کنید. من فریادرس شما نیستم و شما فریادرس من نیستید. همانا من از آن که پیش از این مرا شریک مقرر کردید بیزار شدم. به درستی که برای ستمگران عذابی درددهنده است. و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به حکم پروردگار خیش به بهشت‌های درآورده شوند که زیر آن جایها روان است. در آنجا جاویدانند. آنجا دعای خیرشان با یکدیگر سلام است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی چگونه خدا مثل زده است؟ سخن پاکیزه را به درخت پاکیزه مانند کرد که بیخش استوار باشد و شاخش در آسمان است. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. میوه های خود را به حکم پروردگار خیش هر فصل می دهد. خدا این مثال ها را برای مردم می زند تا بود که پندپذیر شوند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و حال سخن ناپاک مانند درخت ناپاک است که از بالای زمین برکنده باشد، آن را هیچ ثبات نیست.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. و خدا مؤمنان را در زندگانی دنیا و در آخرت به سخن درست استوار می دارد و خدا ستمکاران را گمراه می سازد و خدا آنچه خواهد می کند. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا کسانی را ندیدی که نعمت خدا را به ناسپاسی بدل کردند، یعنی ناسپاسی کردند و به شومی آن نعمت از دست رفت؟ پس گویا نعمت دادند و کفر خریدند و قوم خود را برای سرای هلاکت فرود آوردند. جهنم یصلونها و بئس القرار. که دوزخ است، به آنجا درآیند و آن بد قرارگاه است. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. و برای خدا همتایان مقرر کردند تا عالم را از راه او گمراه کنند. بگو بهره‌مند شوید، همانا بازگشت شما به سوی آتش است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. با آن بندگان من که ایمان آوردند بگو تا نماز را برپا دارند و از آنچه ما به آنها روزی دادیم پنهان و آشکارا خرج کنند، پیش از آن که روز بیاید که در آن نه خرید و فروش باشد و نه با یکدیگر دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدا آن است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آب را فرو فرستاد، پس به آن آب از میوه ها روزی برای شما بیرون آورد و کشتی را برای شما رام ساخت تا به حکم او دریا روان شود و جایها را برای شما رام ساخت. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. و آفتاب و ماه را که همیشه روانند برای شما رام ساخت و شب و روز را برای شما رام ساخت. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. و هرچی خواستید برای شما داد و اگر نعمت خدا را بشمارید آن را شمار کردن نتوانید، همانا انسان ستمگر ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. و یاد کن چون ابراهیم گفت ای پروردگار من این شهر را جای امن بگردان و مرا و فرزندان مرا از عبادت بتان دور دار.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم. ای پروردگار من، این بتان بسیاری از مردم را گمراه کردند و هر کی پیروی من کند پس همانا او از آن من است و هر کی مرا نافرمانی کند پس به درستی که تو آمرزنده مهربان هستی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ای پروردگار ما، همانا من بعضی اولاد خود را به وادی بکشت نزد خانه محترم تو ساکن ساختم. ای پروردگار ما، تا نماز را برپا دارند. پس دلهای چند از مردم را به سوی آنها گرایش ده و به آنها از میوه ها روزی ده تا بود که سپاسداری کنند. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ای پروردگار ما، به درستی تو آنچه را میدانی که پنهان می‌داریم و آنچه را که آشکار میکنیم و هیچ چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی شود. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سپاس آن خدای راست که به من با وجود کلانسالی اسماعیل و اسحاق را عطا کرد. همانا پروردگار من شنوای دعا است. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ای پروردگار من، مرا و اولاد مرا نیز برپا دارنده نماز بکن و ای پروردگار ما دعای مرا بپذیر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ای پروردگار ما، روزی که حساب قایم شود مرا و مادر و پدر مرا و مؤمنان را بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. و خدا را از آنچه ستمگران میکنند بخبر مپندار، جز این نیست که آنها را برای روز موقوف می‌دارد که در آن چشمها خیره شوند. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. در حالی که مردم شتاب کنندگان سرهای خود به بالا بردارندگان بوده چشم به هم زدن نتوانند و دلهایشان از دریافتن چیز خالی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال و مردم را از روز بیترسان که به آنها عذاب بیاید. پس ظالمان گویند ای پروردگار ما را چندان مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و رسولان را پیروی کنیم. به آنها گفته شود آیا پیش از این سوگند نمیخوردید که شما را هیچ زوال نباشد؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال و در منزل‌های آنان که بر خویش ستم کردند ساکن شدید و برای شما آشکار گردید که به آنها چی کردیم و برای شما مثال‌ها آوردیم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال و به درستی که به بدسگالی خویش بد سگالیدند و علم بدسگالی آنها نزد خدا است و بدسگالی آنها آن نیست که به سبب آن کوه‌ها از جای روند، یعنی مکر آنها ضعیف است. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پس مپندار که خدا وعده خود را با رسولانش خلاف کند، به درستی که خدا غالبی صاحب انتقام است. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. روزی که این زمین به غیر آن زمین و آسمان ها نیز بدل کرده شوند و همه به حضور خدای یگانه غالب آشکار شوند. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. و آن روز تو گناهگاران را ببینی که دست و پا در زنجیرها به هم بسته اند. لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سریع الحساب. لباسشان از قطران باشد، یعنی قطران ماده سیاه بدبوی است. آتش در آن زود در میگیرد و روی آنها را آتش بپوشد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تا خدا هر کسی را به آنچه کرده است جزا دهد، همان خدا زود حساب کننده است. این قرآن خبر رسانیدن برای مردم است، یعنی برای تبلیغ نازل کرده شده است تا به آن بیم کرده شوند و تا بدانند جز این نیست که وی خدای یگانه است و تا صاحب خردان پندپذیر شوند.